سلام، وقت همکاران ازم بخیر باشه. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. من دکتر خشایار سنجری هستم، متخصص دندانپزشکی کودکان و مشاور آزمون رزیدنتی. رسیدیم به 49مین اپیزود از پادکست تو بی رزیدنت. امروز میخوام به دسته خاصی از داوطلبا اشاره کنم. داوطلبایی که میگن حالا بریم بخونیم ببینیم چی میشه. یه چند ماه وقت بیشتر نمونده ها، مثلا 6 ماه مونده، 5 ماه مونده. خودشون رو وارد یه پروسه‌ای میکنن که نتیجهش از الان مشخصه. دوستان خوبم، ما یا نباید وارد آزمون رزیدنتی و چالشاش بشیم، یا وقتی وارد میشیم شیشتانگ باشیم. اصطلاحاً آزمون رزیدنتی آدم شیشتانگ میخواد، آدم حواس جمع میخواد، کسی که هنوز تصمیمش قطعی نیست، مصمم نیست، بعد وقتم کمه تا آزمون یهو 5-6 ماه مونده، بازه خیلی فشرده است، میگه برم 6 ماه خوب بخونم شاید شد. دوستان، امتحان رزیدنتی امروز با امتحان رزیدنتی 15-20 سال پیش خیلی فرق کرده. اون موقع شاید یکی میگفت من یه بازه کوچیک بذارم خوب بخونم شاید بتونم جمعش کنم یه جایی یه چیزی قبول شم، ولی الان دیگه اصلا فلسفه امتحان رزیدنتی این نیست. امتحان رزیدنتی آدم تمام کمال و کامل میخواد، از نظر ذهنی سرحال میخواد، مصمم میخواد، کسی که قطعی میگه من امتحان رزیدنتی میخوام بدم متخصص شم، از آسمان سنگ هم ببارد من میخوام متخصص بشم. این خیلی فرق میکنه با کسی که شل کنسف کنه، کسی که هنوز تصمیمش قطعی نیست و کسی که میگه حالا یه بازه کوتاه یه بار یه تیری بندازیم ببینیم چی میشه. چرا این کار بده؟ چون شما با 5-6 ماه خوندن میای 2 یا 3 دور میرسی میخونی، میای سر جلسه تستا برات آشنا نمیتونی بزنی، درصدات کم میشه، رتبه یا غیر مجاز میشه یا رتبه میشه که قبولی خوب نمیده و ذهن آدم ناخودآگاه تاثیر منفی میگیره. ناخودآگاه ها هرچی هم شما میای به ذهن میگه آقا من کم خونده بودم، آقا من الکی خونده بودم، آقا من همینجوری خونده بودم. ذهن قبول نمیکنه، پست میزنه، میگه چرا خراب کردی، چرا بد دادی، تو باید بهتر میشدی، انتظار از تو بیشتر میرفت. ذهن همش منفیا رو میاره بالا، باعث میشه شما الکی خودتون رو سرزنش کنید. خب چه کاریه؟ زمانی شروع میکنم که بدونم من آدم شیشتونگیم و میخوام برم تو دل کار رو تشو در بیارم و قبول شم. چرا باید روزش اکتار بگیرم؟ چرا باید کاری کنم که پس فردا توش بمونم و تعداد امتحان دادنم هم بشه 2 بار 3 بار و بخوام هی این شاخص عدم موفقیت رو بزنم رو پیشونیم و هی این ذهنم رو کنتر و ذهنم رو خسته تر بکنم؟ ذهن خسته میشه. این خیلی مهمه. امتحان رزیدنتی رو وقتی دست روش بذارید، وقتی شروعش بکنید که 1 مصممید، تصمیم قطعی است، 2 زمان کافی دارید برای جمع و جور کردن 5-6 دور خوندن و 2-3 دور وسطش تست دادن. اگر اهلش هستید بسم الله، اگر نه صبر کنید، دست نگه دارید، یه زمان ایدئالی برسه، شرایطتون رو جمع و جور کنید و بعد شروع کنید. این نکته رو حتما مد نظر